معرفی بهترین فیلم‌های 20 سال اخیر از نظر سایت و منتقدان متاکریتیک. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی هستم از چنل فیلمی پلاس در خدمت شما. توی این قسمت از برنامه قراره که چند تا از بهترین فیلم‌های 20 سال اخیر از نظر سایت متاکریتیک رو خدمتتون عرض کنم. سایت متاکریتیک یک سایتیه که طیف گسترده‌ای از محصولات حوزه هنری و سرگرمی رو پوشش میده و به شیوهی در مجموع یکسان همش رو محاسبه میکنه. یک نکته مهمی در مورد این سایت وجود داره، اینه که این وبسایت از میانگین وزنی استفاده میکنه. یعنی بعضی از نقدها در شکل گیری نمره نهایی وزن و تاثیرگذاری بیشتری دارن. در سازوکار متاکریتیک بعضی از منتقدان و نشریات به بعضی دیگرشون بر اساس کیفیت و جایگاه کلیشون ترجیح دادن. طبیعتاً دادن یک وزن بیشتر به نویسندگان سینمایی با جایگاه‌های تثبیت شدهشون و متعلق به نشریات مطرح باعث میشه که مجلات، روزنامه‌ها یا حتی وبسایت‌های کوچیک‌تر و ناآشناتر صداهای کمتری ازشون شنیده بشه و وزن کمتری در محاسبه امتیاز متا داشته باشه. من تو این برنامه عنوان فیلم رو خدمتتون عرض میکنم، یک خلاصه ای از اون فیلم و اگه یک نکته قابل توجهی در مورد اون فیلم وجود داشته باشه و امتیاز متاش رو. فیلم شماره 12 راتاتویی، یک انیمیشن در ژانر ماجراجویی و کمدی که یک موشی در مرکز داستان این فیلم قرار داره و آرزو داره که به یک آشپز بزرگ فرانسوی تبدیل بشه و با وجود آرزویی که خانواده‌اش براش دارن و مشکل واضحی که او یک موشه، زمانی که سرنوشت رمی رو وارد فاضلاب‌های پاریس میکنه، اون متوجه میشه که در یک موقعیت عالی در زیر یک رستورانه، جایی که حالا به واسطه قهرمان آشپزیش یعنی اوت گوستو بسیار مشهور شده. امتیاز این فیلم در سایت متا 96 و سال پخشش سال 2007 بوده. فیلم شماره 11 فیلم کیلر آف شیپ، فیلم قاتل گوسفند. استن که در مرکز داستان قرار داره در یک کشتارگاه سخت کار میکنه و اصطلاحاً خرم‌مالی میکنه. از یک سو زندگی شخصیش هم افتضاحه، نارضایتی و کینه باعث میشه که نتونه نیازهای همسر دوست داشتنیش رو برآورده کنه. علاوه بر تمام این موارد، او باید با نفوذها و تأثیراتی که میتونه باعث رسوایی او و به خطر انداختن خودش و خانواده‌اش میشه دست و پنجه نرم کنه. این فیلم با امتیاز 96 در متا در سال 2007 پخش شده. فیلم شماره 10 منچستر بای د سی. این فیلم درام روی شخصیتی به نام لی چندلر با بازی کیسی افلک تمرکز داره که یک تعمیرکار محسوب میشه، کسی که به طور تصادفی سبب مرگ 3 فرزند خودش شده و حالا حسابی در افسردگی، غم و عزاداری غرق میشه. حالا به طور ناگهانی سرپرستی برادرزاده یتیم لی به نام پاتریک بر عهده او قرار داده میشه. کودکی این شخصیت توسط بن اوبراین و نوجوانی او توسط لوکاس هجرز ایفا میشه. این فیلم نامزد دریافت 269 جایزه شد و 129 جایزه هم دریافت کرده که 2 موردش میتونیم به بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی از اسکار بگیم. امتیاز این فیلم تو سایت متا 96 و سال 2016 پخش شده. فیلم شماره 9 فیلم 12 سال بردگی. به نوعی نمیشه که این فیلم رو به عنوان بهترین فیلم های متا انتخاب نکرد، چون با 242 جایزه‌ای که این فیلم برده و 3 جایزش از اسکار بوده میتونیم به موفق ترین فیلم ها اشاره کنیم. داستان این فیلم بر اساس زندگی واقعی و باور نکردنی مردی نوشته شده که برای بقا و آزادی خودش مبارزه میکنه.
پیش از جنگ داخلی آمریکا، سولومون نورساب یک مرد سیاه‌پوست آزاد از شمال نیویورک بود که ربوده میشد و به عنوان برده به فروش میرسید. او که تو این مدت با ظلم و ستم یک صاحب برده برخورد میکنه و مهربونی‌های غیر منتظره رو میبینه، نه تنها برای زنده موندن بلکه برای حفظ کرامت خودش سخت تلاش میکنه. امتیاز این فیلم تو سایت متا 96 و تو سال 2013 پخش شده. فیلم شماره 8 فیلم سامر آف سول تابستان روح. این فیلم جشنواره فرهنگی هارلم تو سال 1969 رو به تصویر میکشه. تصاویر حرفه‌ای که از همون جشنواره ضبط شده بود، تصاویر آرشیوی اخبار و همچنین مصاحبه‌های امروزی با شرکت کنندگان، موسیقیدانان و دیگر مفسران در این فیلم استفاده شده برای اینکه یک پیشینه تاریخی و زمینه اجتماعی درستی به مخاطبش ارائه بده. این فیلم تو ژانر مستند بوده و امتیازش تو سایت متا 96 و تو سال 2021 پخش شده. فیلم شماره 7 فیلم پاراسایت یا انگل. این فیلم برنده 4 اسکار شد و 308 جایزه دیگه در جاهای مختلف کسب کرده. تو این فیلم با خانواده پارک آشنا میشید، تجسم ثروت وسوسه کننده و رویایی. حالا با خانواده کیم آشنا میشید، سرشار از هوش خیابانی و دیگر هیچ. میتونید شانس یا اقبال باشه، اما این دو خانواده در موقعیتی کنار هم جمع میشن و کیم ها یک موقعیت طلایی رو حس میکنن. کیوو که دانشجوی کالج نقشه رو طراحی میکنه و اعضای خانواده‌اش رو به عناوین مختلف ماجرا میاره. خیلی زود یک رابطه همزیستی بین این دو خانواده شکل میگیره. این فیلم با امتیاز 96 تو سایت متا در سال 2019 پخش شده. فیلم شماره 6 فیلم روما به کارگردانی آلفونسو کوارون. این فیلم دوره‌هایی در تاریخن که زخمی بر جوامع میندازن. کلوی زنی جوانیه که تو محله روما در شهر مکسیکو سیتی واقعه، در یک خانواده با سطح طبقاتی متوسط کار میکنه. آلفونسو کوارون با ساخت این مورد از بهترین فیلم‌های متا یک نامه دوست داشتنی و زیبا برای زنی نوشته که او رو بزرگ کرده. در واقع اون داستان این فیلم رو بر اساس دوران کودکی خودش نوشته تا یک تصویر احساسی و قابل لمس رو از مشکلات داخلی سیاسی و اختلاف طبقاتی دهه 1970 رو به نمایش بذاره. این فیلم نامزد دریافت 471 جایزه از جشنواره‌های مختلف شده که 250 موردش رو کسب کرده و 3 جایزه اسکار در بخش بهترین کارگردانی، بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین فیلم برداری رو تونسته تصاحب کنه. این فیلم با امتیاز 96 تو سایت متا در سال 2018 پخش شده. فیلم شماره 5 فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز. داستان این فیلم در کشور رومانی و در سال 1987 میگذره، زمانی که یک رژیم کمونیستی روی کاره. در این بره زمانی کنترل تولد غیر قانونیه و سقط جنین جرمیه که مجازات اون ادامه. گابیتا تقریبا 5 ماه از بارداری ناخواسته خودش رو پشت سر میذاره و با ناامیدی و استیصال به دوست و هم اتاقی خودش یعنی اوتیلیا پناه میبره. گابیتا از دوست خود میخواد که تو انجام یک سقط غیر قانونی به اون کمک کنه. امتیاز این فیلم تو سایت متا 97 و در سال 2007 پخش شده. فیلم شماره 4 فیلم کجا میروی آیدا. ماجرای این فیلم دراما تاریخی تو سال 1995 و در کشور بوسنی جریان داره. آیدا تو یک شهر کوچیک به نام سربرینیتستا زندگی میکنه و مترجم سازمان ملله. زمانی که ارتش صربستان شهر رو تسخیر میکنه، خانواده آیدا هم جزو هزاران شهروندی هستند که به دنبال سرپناهی در کمپ سازمان ملل میگردند. آیدا به عنوان یکی از افراد خودی و داخلی در مذاکرات به اطلاعات مهمی دسترسی داره که باید اونها رو تفسیر و ترجمه کنه. امتیاز این فیلم تو سایت متا 97 و تو سال 2020 پخش شده. فیلم شماره 3 فیلم هزار توی پن.
تو سال 1944 و اسپانیای فلانجیست یک دختر که عاشق افسانه هاست به همراه مادر باردارش به خانه پدرخوانده جدیدش فرستاده میشه تا با او زندگی کنه. یک فرمانده بیرحم از ارتش اسپانیا. این دختر بچه در طی شب با یک پری ملاقات میکنه که او رو به سراغ یک فاون قدیمی میبره که در یک مرکز 1000 تو قرار داره. این فیلم با امتیاز 98 تو سایت متا در سال 2006 پخش شده. فیلم شماره 2، فیلم مونلایت برنده 3 جایزه اسکار و 228 جایزه دیگه شده بود و از بهترین فیلم های متا محسوب میشه. این فیلم داستان لطیف و البته دلخراش یک مرد جوان رو بازگو میکنه که شدیداً در تلاش تا خودش رو پیدا کنه. تو این فیلم داستان در 3 فصل تعیین کننده در زندگی او روایت میشه. در این 3 فصل او ماجراهای مختلفی مانند خلسه، وجد، درد و زیبایی عاشق شدن رو تجربه میکنه. تمام این اتفاقات در حالی رخ میده که او با شناخت گرایش جنسی خود درگیره و با مشکلات مخصوص به خودش دست و پنجه نرم میکنه. این 3 فصل داستان دوران کودکی، جوانی و اوایل دوران بزرگسالی او رو به تصویر میکشه. این فیلم تو سال 2016 پخش شد و با امتیاز 99 تو سایت متا قرار داره. و اما فیلم شماره 1، فیلم پسرانگی. نمیشد که این فیلم رو که برنده 1 جایزه اسکار و 172 جایزه دیگه به دست آورده رو جزو فیلم های متا ندونیم. و البته جالبه بدونید که فیلم برداری و ساخت این فیلم 12 سال طول کشید، اونم با همون بازیگراش. پسرانگی داستان چشمگیر بزرگ شدن را از دیدگاه بچه‌ای به نام میسن نشون میده، کسی که به معنای واقعی کلمه مقابل چشمان ما و جلوی دوربین بزرگ شد. این فیلم به شکلی دوران پردستانداز کودکی را ترسیم میکنه که هیچ اثر دیگه‌ای پیش از اون این کار را انجام نداده. عکسای فوری دوران نوجوانی است، سفرهای جاده‌ای و شامهای خانوادگی گرفته تا تولدها و فارغ التحصیلی ها، همه لحظاتی هستن که تو این فیلم نشون داده میشن. این اثر رو هم میتوان یک کپسول زمانی نوستالژیک از گذشته نچندان دور دونست و هم قصیده‌ای برای بزرگ شدن و فرزندآوری. این فیلم تو سال 2014 پخش شده و با امتیاز 100 تو سایت متا قرار داره. امیدوارم که تا انتها همراه ما بوده باشید و از این معرفی لذت برده باشید و بتونید که ببینید فیلم ها رو اگه ندیدید و لذت ببرید. خوشحال میشم که اگه چنلمون رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا ویدیوی دیگه روزگار بر شما خوش.